سلام دوستان، تو این ویدیو میخوایم چند تا از عجیب‌ترین موجودات جهان رو ببینیم. لایک و کامنت فراموش نشه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. یکی از عجیب‌ترین موجودات گاو دریایی نام دارد. این موجودات گیاهخوار و تنومند که بسیار آهسته حرکت میکنند به گاوهای دریایی معروفند. عمدتاً از علف دریایی تغذیه میکنند و هر روز بیش از 1/10 وزن بدن خود را به غذا نیاز دارند. آنها دمی صاف و پارو شکل دارند و هر چند دقیقه برای تنفس به سطح آب میآیند. رودخانه کریستال در فلوریدا یکی از نقاط معروف برای مشاهده گاوهای دریایی است که در آن تورهای مشاهده و فرصت شنا با این موجودات فراهم است. موجود دوم میمون شبگرد کوتوله یا هندی نام دارد. این پستاندار کوچک و جهنده دارای چشمهای بسیار بزرگ، انگشتان بلند و باریک شبیه موجودات فضایی هستند. متاسفانه با مزه بودن آنها باعث شده در طول سالها به عنوان حیوانات خانگی یا وسیله برای عکس گرفتن توریستها مورد استفاده قرار بگیرند. بیش از 10 گونه میمون شبگرد در جنوب شرقی آسیا از جمله فیلیپین، مالزی و اندونزی وجود دارد. حیوان سوم گرگ یالدار نام دارد. با وجود نام و ظاهر شبیه به روباه، گرگ یالدار نه گرگ از آن روباه. با این حال این حیوان بزرگ گونه‌ای از خانواده سکسانان در آمریکای جنوبی است. با گوشهای بزرگ، یال ضخیم و پاهای بلند سیاه که به آن کمک میکند تا از میان علفهای بلند ببیند و با سرعتی تا 75 کیلومتر در ساعت بدود. این حیوان نادر، خجالتی و دور از دسترس هستند. گرگ‌های یالدار در آمریکای جنوبی زندگی میکنند. حیوان چهارم اژدهای کومودو نام دارد. اژدهای کومودو به نظر میرسد بازمانده از دوران دایناسورها است. این موجودات میتوانند تا 3 متر طول و 136 کیلوگرم وزن داشته باشند که آنها را به بزرگترین و سنگین‌ترین مارمولک‌های جهان تبدیل می‌کند. اژدهای کومودو یک شکارچی برتر است. این مارمولک‌های گوشتخوار غددی دارند که سم تولید می‌کنند و به طعمه‌های خود تزریق می‌کنند. آنها می‌توانند بیش از 80% وزن بدنشان را در یک وعده غذایی بخورند. در گذشته دیده شده که از سایر اژدهایان کومودو نیز تغذیه می‌کنند. این موجودات شناگران فوق‌العاده‌ای هستند. این حیوان عجیب را می توانید در جزیره کومودو در شرق اندونزی ببینید. حیوان پنجم قورباغه شیشه‌ای نام دارد. قورباغه شیشه‌ای به خاطر پوست شفافشان این نام را به خود گرفته‌اند، به طوری که می توان از طریق شکم این دوزیستان به قلب و روده‌هایشان نگاه کرد. این قورباغه‌ها دارای پوستی سبز روشن در قسمت پشت خود هستند و این ویژگی شفافیت به آنها کمک می‌کند تا بهتر با رنگ‌های خاص گیاهان جنگلی همخوانی داشته باشند و از شکار شدن جلوگیری کنند. متاسفانه چشمانشان بزرگ و اجزای داخلی قابل مشاهده آنها باعث شده تا به عنوان حیوانات خانگی محسوب شوند و در تجارت جهانی حیات وحش به طور رایج فروخته شوند. قورباغه‌های شیشه‌ای در جنگل‌های گرمسیری آمریکای مرکزی و جنوبی از جمله کاستاریکا، پاناما، کلمبیا و اکوادور یافت می‌شود.